سیاست جدید جو بایدن و فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد ایران. تقریباً روزی نیست که مقامات جمهوری اسلامی ایران به آمریکا در جلسات مختلف التماس نکنند که تحریم‌ها را بردارد. این مسئله هر روز به نحوی مطرح می شود. روزی میگویند آمریکا بدون مذاکره به برجام برگردد، روزی با مطرح کردن اینکه چه تفاوتی بین بایدن و ترامپ وجود دارد، به تحریک دولت آمریکا برای برداشتن تحریم‌ها تلاش می‌کنند. در حالی که این تلاش‌ها تقریباً بی‌نتیجه به نظر می‌رسند. از طرفی چنین به نظر می‌رسد که رژیم از نظر اقتصادی به بنبست خورده و نیاز فراوانی به برداشتن تحریم‌ها دارد تا بتواند مشکلات خود را تا حدی حل کند. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: ما در مقابل تحریم‌ها واکسینه شدیم، در حالی که همه زیردستان او التماس به برداشتن تحریم‌ها دارند. تناقضات در گفتارهای مقامات رژیم حاکی از کمرشکن بودن تحریم‌های بین‌المللی و ایالات متحده آمریکا علیه برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و نقض حقوق بشر است. جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا برخلاف تصور عمومی از آنچه احتمال می‌رفت با روی کار آمدن وی تحریم‌ها برداشته خواهد شد، نشان داد که او هیچ تمایل و عجله‌ای برای برداشتن تحریم‌ها نداشته و همواره بر دیپلماسی سیاسی تأکید دارد. Will the US lift sanctions first in order to get Iran back to the negotiating table? No. They have to stop enriching uranium first. در واقع به نظر می‌رسد چنین رویکردی در قبال ایران خطرناکتر هم خواهد بود، چرا که بایدن برخلاف دونالد ترامپ اروپایی‌ها و جامعه بین‌المللی را هم در قبال مسئله ایران در کنار خود دارد. در چنین حالتی است که روزانه صدها و هزاران کارگاه تولیدی به دلیل فشار تحریم‌ها و فساد اداری و مالی رژیم تعطیل می‌شوند. اینک تمام راه‌های قانونی برای مراودات اقتصادی با کشورهای جهان بسته شده و تا روزی که این رژیم به یک رژیم عادی و نرمال در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل نشود، این روند ادامه خواهد یافت. اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید و زمینه را برای فروپاشی فرهنگی که آرام آرام در حال رخ دادن است فراهم خواهد کرد. این پروسه نهایتاً به تجزیه سیاسی و امنیتی و تغییر مرزهای جغرافیایی ایران و استقلال ملت‌های تحت ستم رژیم ختم خواهد شد.